میگن زمانی که کورش کبیر به سلطنت رسید، از طرف یونان مدام مزاحمت ایجاد میکردند و به قول حساب وارد صلح هم نمیشدند. کورش کبیر هم دعوتشون میکرد به صلح و به قول آرامش، تا اینکه کار به جایی کشید که کورش کبیر لشکر کشی کرد. از طرف لشکر یونان یه فرستاده اومد که با کورش کبیر برن داخل مذاکره و صلح کنن. کورش کبیر یه داستانی برای فرستاده گفت یه زمان یه نیزنی بود، نیشو برداشت، گفت میرم لب دریاچه نی میزنم و به قول حساب ماهیا میان بالا و میرقصن. تا اینکه نیزنه وقتی میره لب دریاچه ساعتها نی میزنه و خبری از رقص ماهیان نبود. عصبانی میشه، تورش رو میندازه داخل اون دریاچه، یه چند تا ماهی میگیره. خب وقتی که ماهی‌ها رو میاره بالا، شروع به جست و خیز میکنند و بالا و پایین میپرند. نیزنه گفت او زمانی که باید میرقصیدید نرقصیدید، الان که دیگه دیره. خلاصه کورش حمله کرد و شکست خورد.